سلام شبتون بخیر. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. خب همونطور که قول داده بودم که یکی از برنامه‌هام این هستش، داروشناسی همون فارماکولوژی رو به زبان ساده بیایم بیان کنیم و توی چند روز گذشته هم سعی کردم که چند تا اصطلاح، یعنی در 2 بخش سعی کردم یه سری اصطلاحاتی که واقعا پرکاربرد هستن و حتی اگر هم نمیخواید به صورت تخصصی راجع به این رشته چیزی رو بدونین باز هم براتون مفید خواهد بود و امیدوارم که خونده باشینشون و براتون هم مفید بوده باشه. خب این تصویری که پشت من دقیقا دارید اینجا میبینین اومده به ساده ترین زبان ممکن واقعا داروها رو تقسیم بندی کرده. ما میتونیم به ساده ترین زبان ممکن داروها رو به 8 بخش تقسیم کنیم. داروهایی که روی اعصاب تاثیر میذارن، داروهایی که روی قلب و عروق تاثیر میذارن، داروهایی که روی دستگاه تنفسی تاثیر میذارن، داروهایی که روی دستگاه گوارش تاثیر میذارن، داروهایی که روی متابولیسم بدن ما تاثیر میذارن، داروهایی که قابلیت ضد عفونی کننده دارن، داروهای ضد درد و واکسن ها. اولین بخش که میخوایم باش داروها رو شروع کنیم، یعنی دسته‌بندی شروع، داروهای عصبی هستن. داروهای تاثیرگذار روی دستگاه عصبی خودشون بعداً به بخش‌های مختلف تبدیل میشن و تقسیم میشن، ولی من میخوام با کلیات شروع کنم. پس اولین بخش ما میشه داروهای عصبی. داروهای عصبی از اسمشون هم داروهایی که تاثیرگذارن، یعنی روی بخش اعصاب، از اسمشون هم کاملا مشخصه که عملکردشون و تاثیرگذاریشون روی عملکرد مغز و سیستم عصبی هستش. حالا مثل چه داروهایی؟ مثل داروهای خواب‌آور که الان خیلی‌ها درگیرش هستن، مثل داروهای ضد درد یا همون مسکن‌ها، مثل داروهای ضد افسردگی که در حال حاضر خب بخش بزرگی از جامعه ازشون استفاده میکنه. دومین بخش میشه داروهای تاثیرگذار روی دستگاه قلب و عروق ما. باز هم از اسمش پیداست که تاثیر این داروها روی عملکرد قلب و عروق خونی، همون رگ‌های خونی هستش. حالا مثل چه داروهایی؟ مثل داروهای ضد آریتمی، مثل داروهای ضد لخته خون، مثل داروهایی که تاثیر میذارن روی فشار خون. سومین دسته داروهایی هستن که روی دستگاه تنفسی ما تاثیر میذارن. کاملا از اسمشون واضحه، برای اینکه بخوام از عملکردشون چیز توضیح بدم احتیاج نیست. ولی مثل چه داروهایی؟ مثل داروهای ضد آسم، مثل داروهای ضد سرفه، مثل داروهای ضد احتقان. و جالبه که بدونید که این یه پاوزه کوچیک، این که خیلی ها از این داروها اشتباه استفاده میکنن و من این رو توی دوره پرکتیکومم توجه کردم، یعنی با توجه به بیمارهایی که به ما مراجعه کردن. حالا بعداً اگر شد براتون دونه دونه هم اونا رو توضیح خواهم داد. خب میرسیم به چهارمین دسته. چهارمین دسته میشه داروهای تاثیرگذار روی دستگاه گوارش. خب چه داروهایی هستن که روی عملکرد دستگاه گوارش ما تاثیر میذارن؟ میشه معده و روده و بقیه قسمت ها. حالا مثل چه داروهایی؟ مثل داروهای ضد اسید، مثل داروهای ضد تهوع، مثل داروهای ضد اسهال. این جمله داروهایی هستن که روی دستگاه گوارش تاثیر میذارن. دسته پنجم میشه داروهای تاثیرگذار بر متابولیسم. داروهایی که روی متابولیسم بدن ما تاثیر میذارن، مثل داروهای ضد دیابت، مثل داروهای ضد کلسترول، مثل داروهای ضد تیروئید. یه کوچولو بگم متابولیسم چیه؟ اگر برگردیم به همون 2 تا اصطلاحات پرکاربردی که برای داروشناسی گذاشتم، اونجا توضیحش رو گفتم اگر برای کسی سوال هستش. داروهای ضد عفونی کننده میشه 6مین دسته. حالا چه داروهایی هستند؟ یعنی چی داروهای ضد عفونی کننده؟ داروهایی که برای از بین بردن باکتری ها، عوامل بیماریزا و غیره استفاده میشه، مثل آنتی بیوتیکا، مثل ضد قارچ ها، مثل ضد ویروس ها که 2 سال یا 4 سال گذشته متاسفانه کل دنیا درگیر ویروس کرونا بودش و تمام این داروهایی که برای اینها استفاده میشه بهشون میگن ضد عفونی کننده. خب بخش هفتم میشه داروهای چی؟ داروهای ضد درد.
همون مسکنای خودمون به اصطلاح، داروهایی که برای تسکین درد استفاده میشه. خب مسکن‌ها هم کلا بچه 2 دسته داریم، مسکن‌های مخدردار و مسکن‌های غیر مخدر که اینها هم با توجه به قوانین هر کشور متفاوت هستش. یعنی میتونه یه دارو مثلا توی ایران مسکن مخدردار حساب بشه، یعنی به حساب بیاد، ولی مثلا توی آلمان به حساب نیاد یا برعکس حتی. و خیلی مهمه که قوانین دارویی هر کشور رو بدونیم، مخصوصا اگر که تو ایران دیگه نیستیم. پس داروهای ضد درد هم به 2 دسته تقسیم میشن، داروهای ضد درد مخدردار و غیر مخدردار که از اسمشون هم معلومه مسکنن و برای تسکین دردها استفاده میشن. آخرین دسته که دسته مورد علاقه خودم هم هستش، به علاوه آنتی بیوتیک ها، میشه واکسن ها، داروهایی که برای پیشگیری از بیماری ها استفاده میشن، مثل واکسن فلج اطفال، سرخک، کرونا و هپاتیت ب. یه دونه دوباره ستاره اینجا بگم، لطفاً اگر واکسن کروناتون نزدید برید بزنید و به این خرافاتی که تو اینترنت و حالا هر چیزی که میگن هم توجه نکنید. این واکسن هم دقیقاً عین همون واکسنایی که تو دوران بچگیتون بهتون زدن یا مثل همون واکسنای آنفولانزایی که در حال حاضر میرید میزنید. پس لطفاً اگر تا الان هم نزدید برید واکسن هاتون رو بزنید. خب این بود ساده ترین بخش ها، یعنی به ساده ترین زبان بخش های دارویی، و امیدوارم که براتون ساده بوده باشه و متوجه شده باشین. شب خوبی داشته باشین تا قسمت بعدی. خدا نگهدارتون.